آیا خدا وجود داره؟ این سوال پایه و اساس دین‌های مختلفه. اگه آره وجود داره چند تاست؟ اگه نه وجود نداره پس چه جوری به وجود اومده؟ خب بریم ببینیم دین‌های مختلف چی میگن. بعضیا میگن خدایی وجود نداره، روح هم وجود نداره. این افراد آتئیست هستن. بیشتر علم رو قبول دارن و میگن چیزی رو باور میکنیم که بتونیم ببینیمش و اندازه گیریش کنیم. افراد دیگه هستن که میگن خدا وجود نداره ولی روح وجود داره. به این افراد میگن بودایی. از نظر بودایی ها انسان کامل کسیه که بتونه از تمام مادیات دنیا دور باشه تا بتونه روحش رو به تکامل برسونه. پس بودایی ها قید دنیا و مادیات رو زدن. دنیا محل زجر کشیدنه و چون امیال و آرزو داریم زجر میکشیم. پس نباید هیچ خواسته و آرزویی داشته باشیم. و میگن هرچی بیشتر یه خواسته رو دنبال کنی دیرتر بهش میرسی یا اصلا نمیرسی. یه ورژن بروز شده از دین بودیسم هم سریعا در حال رشد کردنه و اینجوریه که همش در حال مدیتیشن و مراقبه هستن. برعکس دین بودایی لذت طلب هستن و قوانین خاصی هم ندارن. هر کسی راه رسیدنش به کمال متفاوته. کسایی که خدا رو قبول دارن یه سریا میگن خدا یکیه، یه سریا میگن خدا چند تاست. دین هندویسم با قدمت بیش از 4000 سال قدیمی ترین دین جهانه. در هندویسم خدایان زیادی وجود داره ولی همه این خدایان میتونن راه رسیدن به حقیقت باشن و هیچ خدایی بهتر از اون یکی نیست. هر خدایی یه متد خاص داره برای رسوندن تو به حقیقت. بستگی به سلیقه تو داره که با کدوم متد راحت تری. مبنای هندویسم هم کارما و تناسخه. کارما مثل امتیاز میمونه. اگه کارمای خوبی به دست بیاری توی زندگی بعدی در جایگاه بهتری خواهی بود. ولی اگه توی زندگی کارمای بدی به دست بیاری در زندگی بعدی جایگاه پستری خواهی داشت. ولی پاگان‌ها به کارما و تناسخ اعتقادی ندارن. در این دین مردم به خداهای زیادی اعتقاد دارن. هر خدا فرمانروایی یک قسمت از طبیعت رو به دست گرفته. دریا، خورشید، آسمان، ماه و غیره. این خداها مثل انسان شهوت دارن، تولید مثل میکنن، عاشق میشن، جنگ میکنن و حتی اشتباه میکنن. با این تفاوت که نامیرا و قدرتمند هستن. دئیسم، یکتاپرستایی که میگن خدا هست ولی کم است. از اونجایی که ظلم و فقر و بیماری توی دنیا وجود داره، پس خدا فقط خالق ماست و نظارتی به این دنیا نداره و معلوم نیست سرش کجا گرمه. ولی یکتاپرستانی که میگن خدا روی این دنیا تأثیر داره، تقسیم میشن به ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی. زرتشت پیامبر ایرانی بوده و افراد زرتشتی بر این باورند که دنیا میدان نبرد بین خیر و شره. در این دین به خدا میگن اهورامزدا که دائم با اهریمن در نبرده. آتش توی این دین مقدسه ولی مردم به اشتباه فکر میکنن که اونا آتش پرست هستن. زرتشتی ها در آتشکده ها خداوند یکتا رو پرستش میکنن. خب بریم سراغ ادیان ابراهیمی که تقسیم میشه به یهودیت، مسیحیت و اسلام. همونطور که توی ویدیو یهودیان افراطی گفتم، این دین یه دین خصوصیه. کسی نمیتونه وارد دین یهودیت بشه و این دین از طریق مادر به فرزند انتقال پیدا میکنه. اصل مادره که پدر رهگذره. کتاب این دین تورات و تلموده و به یه ناجی اعتقاد دارن که میاد و دنیا رو نجات میده و اسم اون مسیحه ولی عیسی مسیح نیست. مسیحی ها میگن عیسی مسیح همون ناجیه که توی تورات اومده و از مادری باکره به نام مریم زاده شده و اونو فرزند خدا میدونن. نه فرزند به این معنی که خدا به خاطر عشق زیادش به ما در بدن عیسی متجلی میشه. به خاطر گناهان ما به صلیب کشیده میشه و فدایی انسان ها میشه تا عذاب آخرت رو نکشن. یعنی همین که مسیحی باشی به بهشت میری. و در آخر اسلام. مسلمون ها دین یهودیت و مسیحیت رو قبول دارن ولی میگن اسلام کامل شده این دوتا دینه و معتقدن که مسیح با امام زمان که ناجی این دین هست با هم ظهور میکنن و دنیا رو نجات میدن. دیگه قضاوت با شما. به نظر شما کدوم دین درست میگه؟ ممنون که تا اینجا همراه هم بودید. یادتون نره زنگوله رو بزنید که هیچ ویدیویی رو از دست ندید.